سلام، چطورین بچه ها؟ حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل من. امروز قراره که در رابطه با یه موضوع مهمی با هم صحبت بکنیم، در حد چند دقیقه وقت بگذرونیم. خب بچه ها، کسایی که منو دنبال میکردن از قبل، نیکنیم منو به اسم اموای میشناختن و خیلیاتون میگم احتمالا منو به اسم اموای میشناسین. الان اینجا نشستم که بگم اموای، اون کاراکتر اموای دیگه مرد. خب جیرز من، بچه‌هایی که تازه وارد چنل یوتیوب من شدن، ویدیوهای من در رابطه با بک استیج آهنگامه. یعنی من پشت صحنه آهنگامو از 0 تا 100 رکورد گرفتن، شعر نوشتن و حالا اصلا ایده ی آهنگ از کجا بزنم رسیده و کلی از این جزئیات رو قراره توی این ویدیو بیارم و باهاتون در اشتراک بذارم. اگه دوست داشتین چنل رو لایک و سابسکرایب بکنید، کامنت هم بذارید که عاشقتونم. بریم برای ادامه ویدیو. برعکس آقا، من اول یه توضیح راجع به عینک دودی بدم. بچه چون نور پشت صحنه خیلی زیاده، من واسه همین عینک دودی زدم که تمرکز بیشتری داشته باشم موقع صحبت کردن، چون واقعا چش آدمو کور میکنه. بریم سراغ اصل مطلب. بهتره اینجا شروع کنم که اصلا اموای از کجا اومد. البته تو پرانتز بچه‌ها، اولین ویدیوی چنلم راجع به این قضیه صحبت کردم. اگه دوست داشتین یه سر بهش بزنید. حالا الانم دوباره البته میگم. نیکنیم اموای از اول اسمای من درست شده. اموای در کنار هم اومده و هیچ فلسفه خاصی پشتش نبود. یکی از دلایلی هم که اصلا میخواستم اینو عوضش بکنم سر این بودش که خب هیچ معنی خاصی نداشت. خلاصه هیچ حس خاصی ازش نمیگرفتم، فقط صرفا دوستش داشتم. و اینکه مال دوره‌ای از زندگیم بود که از نظر خود من من آماتور بودم. اینایی که گفتم الان صرفا وایو بودش که من نسبت به این اسم داشتم، ولی خب دلایل دیگه‌ای هم داشت. یکیش این بودش که خب الان بزرگتر شدم، دیدم به موسیقی عوض‌تر شده، خودم تغییر کردم، زندگیم عوض شده و اینکه میگم کلا خودم عوض شدم. به قول اون یارو که میگه آدم خوبه عوض بشه اما عوضی نشه. روح پاک صلوات. خب بچه، حالا ممکنه براتون سوال بشه که الان که اموای رو سیشتیرش کردیم به اوت، قراره نیکنیم جدید چی باشه؟ من چون تقریبا یه هفته است که این موضوع برام یهو بولد شد و خواستم این کارو بکنم. چیزی که خیلی منو به خودش جذب کرد اسم آرن یا آرنی بود، به خاطر اینکه به معنی استوار، سخت، جان سخت بود. تو این 1 سالی که نبودم به این درک رسیدم و واقعا باش کلنجار اومدم، چون واقعا موزیک چیزیه که از مغز آدم بیرون نمیره. یعنی آرزوی من و وقتی یه تایمی بیای استوب بدی به آرزوت، به آیندت، به هدفت، انگار واقعا از تو داری میمیری. و من واقعا تجربه کردم، از تو واقعا مردم، خودم رو دوباره متولد کردم. جیگرز من، بریم سراغ بحث بعدی که چرا اصلا من 1 سال نبودم، چرا غیبم زدی. خب دلیلش این بودش که من واقعا خسته شده بودم و از لحاظ ذهنی، روحی، انتظاراتی که از من داشتن، فشارهایی که رو من بود، اصلا شک به خودم داشتم و اینکه اون تایم من آپدیت دیگه نمی شدم، یه لول اپ نمیتونستم بکنم خودمو و توی درجه مونده بودم، همون سطحی که بودم واقعا. یعنی هر چی میخواستم سگدو میزدم، هر چی تلاش میکردم که بخوام لولمو ببرم بالاتر، هی کارام قوی تر بشه، نمیشد و نیاز داشتم اینکه یه مکسی بدم به خودم. A few moments later. مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردین. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. به من انرژی بدین، حمایتم بکنید. کلی بگم که کلا یوتیوب یه فضای دوستانه تر نسبت به هم دیگه داریم و قراره کلی اینجا اشغال بکنیم با هم دیگه. پس مراقب خودتون باشید تا ویدیوی دیگه. عشق.